امیر تتلو آزاد میشه، رپرامون تو ایران کنسرت میذارن. سلام به دوستان رپ تایم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. آقا امین فردین یه سری افشاگری کرده در مورد اینکه آقا امیر تتلو رو گرفتن تو بند زدن، انتقالی دادنش. بچه‌ها داخل این ویدیو هم یه خبر اختصاصی واسهتون دارم که قراره بهتون نشون بدم، پس بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو. فقط قبلش بگم که دوستان یادتون نره کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که تا زودتر به 2000 تا برسیم. آقا اول از همه شروع می‌کنیم با امین فردین. من دیروز یه ویدیو ساختم که میتونید همین الان برید ببینید. داخل این ویدیویی که من دیروز ساختم اشاره کردیم به درآمد امین فردین که توی یک ماه حدود بیشتر از 400 میلیون بوده. یعنی ببینید بالای 400 میلیون امیر فردین کار کرده و حالا توی یک ماه تونسته در بیاره. و حتی درآمد آیدین زواری هم بود، درآمد همشون بود. و اینکه خب یه چجوری بهتون بگم، یه چیزی بود که من اومدم بررسی کردم کل درآمدا رو. آیدین مثلا توی یک ماه 1 میلیارد درآورده بود. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. همه رو بررسی کردم واسهتون و ویدیوشو ساختم. این بالا لینکش میاد، میتونید برید ببینید که خیلی ویدیو جذابی هست اتفاقا. آقا امین فردین من یعنی حدود 10 تا ویدیو بیشتر توی این ماه ازش دیدم و حالا بررسی کردم ببینم چه خبری چه خبر نیست. بجز اون ویدیویی که یکی از مادرای بچه‌هایی که تتلو رو فرستاده بود، یعنی دخترش رو فرستاده بود خونه تتل، بجز اون هیچ مدرک رسمی نداشت. یعنی خب مثلا من میام یه چیزی رو میگم، شما هم من مدرک میخواد که آقا مدرکت کو، نمیدونم مدرکت فیک، این داستانا. ولی خب امین فردین تا اونجایی که من میدونم هیچ مدرکی و هیچ و حرفه و بیشتر حرفاش هم درسته. مثلا چه حرفیش، البته خیلی از حرفاش هم علیکی و دروغه. مثلا چه حرفش، مثلا اومد اون روز برگشت داخل ویدیوش گفت که آقا اینا همه بازی امیر تتلو نمیاد ایران، اون میخواد مظلوم بازی در بیاره، در صورتی که رفیق تتلو دو روز که نه، یعنی یک روز قبل، یعنی شب همون روزی که امیر تتلو وارد ایران شد فرداش، خب رفیق تتلو اومد گفت آقا امیر تتلو رو به صورت زمینی از مرز بازرگان وارد ایران کردن. و اینجا امیر فردین اومد گفت که آقا نه، وارد ایران نکردم و همش دروغه. و چند ساعت از این، یعنی شب بود این خبر رو دادن و صبح که شد ساعت 10:30 اینا بود فکر کنم، شبکه 6 زیرنویسش زد که آقا امیر تتلو تحویل پلیس ایران و بازداشت شده. یعنی همین کلا تموم شد رفت. این میشد که آقا امین فردین مدرکی نشون نداد، با اینکه هی میگفت نه من مطمئنم تتلو نمیاد ایران، مطمئنم هیچ وقت قرار نیست بیاد ایران چیکار کنه، همش مظلوم نماییه برای اینکه بگه آره من اینجوریم، من نمیدونم بدبختم، هزار تا چیز گفت که بگه تتلو نمیاد ایران. ولی خب صبحش پاشد اومد ایران. پس یه اشاره میشه کرد که بعضی از مدارکی که امین فردین میگه فیک. ولی خب بریم سراغ مدارکی که گفته و نمیدونم واقعی یا نه. آقا امین فردین طبق ویدیویی که دیروز ضبط کرده بود اومد گفت که آقا امیر تتلو رو داخل بند زدن، حالا پاچوندنش، و سر همین دارن انتقالش میدن به یه زندان دیگه. اون زندانی هم که دارن انتقالش میدن امیر تتلو رو ممکنه حالا مثلا بگیرن بکشنش طرفو، چون زندان بیشتر قاتلا و قاچاقچی خیلی بزرگه که من بعید میدونم همچین چیزی باشه، چون بالاخره حواسشون هست که آقا این آرتیست رو نگیرن بکشن ایده تو زندان. و طبق اون چیزی هم که خبرایی هم که رسیده، امیر تتلو تا به الان داخل انفرادی بوده و خبری که به بند عمومی منتقل شده فیک بوده. داخل انفرادی داخل بند 209 که اونا هم فکر کنم، من اونجوری که خوندم والا ویدیو خبر ندارم از این حالا قانون و این ماده، ولی اونجوری که خوندم بند 209 مخصوص فکر کنم اطلاعات بوده که امیر تتلو اونجا بازداشت شده و اونجا ازش اعتراف میگرفتن. ولی خب طبق چیزایی که امین فردین گفت داخل ویدیوش این بود که برگشت گفت آقا امیر تتلو هنوز در حال بازجویی، اتفاقا این مصاحبه هم باش گرفتن، مصاحبهش هم قراره پخش بشه داخل شبکه 3. نمیدونم اینجوری گفت والا امین فردین گفت که باش مصاحبه گرفتن، گفته که داخل مصاحبهش گفته که من از همه چی راضی ام، تو زندان بهم خوش میگذره این داستانا، و یه جور مثلا وانمود کرده که همه چی راضیه و همه چی اوکیه. که نمیدونم این مصاحبه رو اصلا یه چیزایی از پشریزونه، چجوری همین فردین مصاحبه رو دیدین، اصلا منبعش از کجا میاد، از کجا دیده، یا حالا اسکرین شاتی، یه فیلمی، یه نمیدونم مدرکی که آقا بفهمیم واقعا همچین چیزی حقیقت داشته. و اینم گفت که به احتمال زیاد، البته اینم دیشب پوریا پوتک داخل ویدیوش گفت، با سعید گنجی گرفته بود، گفت که یه طریه نمیدونم آشتی با مردم یه همچین چیزی نام داره، که گفته پوریا پوتک داخل ویدیوش گفت
قراره تتلو رو آزاد کنن، عادل فردوسی پور برگرده صدا سیما و کلی رپرها برگردن ایران، داخل ایران کنسرت بذارن. اصلش میگن آشتی با مردم. احتمال زیاد هم واقعیت داره. حالا دروغش نمیدونم، ولی پیش بینی نمی‌کنیم، نگید پوتک پیش بینی. یه طرح ایران داره میزنه به اسم آشتی با مردم، نمیدونم میشه نه، ولی میگن که با این طرح عادل به تلویزیون برمیگرده، امیر تتلو آزاد میشه. البته اینم بهتون بگم کنسرتی که منظورش بود اولین نفر که قراره کنسرت بذاره سهراب ام جی که خودش هم تایید کرد داخل تهران کنسرت داره. ام جی و علی اردوان داخل تهران کنسرت دارن. تاریخش هنوز معلوم نیست ولی خب هم خود ام جی تایید که کنسرت داره. حالا قبل از ام جی هم امین تی جی بود، یه دونه شایانیو بود، سفی سکیت که نبود، چرسی بود و یانگ سادن بودن که تا الان داخل تهران اجرا گذاشتن. حالا درسته بعضیاش حالا لو رفته خراب شده و اوکی نبوده ولی خب بالاخره 4 نفر قبل اینا گذاشتن. و خود یعنی اون روزی که رفته بودن کنسرت بذارن علی اردوان و سهراب ام جی داخل فکر کنم ترکیه بود یا همچین جایی بود کنسرتو گذاشتن، یه دونه استوری سهراب ام جی گذاشت که نوشت تهران که اونم سریع امین منیجر استوریشو گرفت. امین منیجر کیه؟ امین منیجر همون منیجر سهراب ام جی که داخل پادکست‌های سکته حضور داره، می‌بینیدش دیگه، که اتفاقا یه دونه از پادکست‌های سکته قسمت سوم با حضور سامان ویلسون هم قراره بیاد. حالا من زیاد بحث اصلی دور نشیم و اینم اومد آقا استوری گرفت، اسکرین شات گرفت و گذاشت استوریش، گفت که آره تهران کنسرت داره. قبل اینم یه سریا میگفتن سهراب ام جی داخل کیش کنسرت داره، ولی خب اینجوری خبر رسیده داخل تهران به زودیش کنسرتش برگزار میشه. و اما بچه‌ها دیشب ویدیوی پوریا پوتک به همراه سعید گنجی اومد بیرون که البته سعید گنجی من آشنایی بدم که امین فردین دیشب داخل ویدیوش برگشت گفت که طبق صحبتایی که با تتلو داخل زندان داشتن گفته من اگه از زندان آزاد بشم اولین نفری که فحشکش میکنم فقط سعید گنجیه. من اینو نمیتونم باور کنم. امین فردین میتونه گفته باشه به خاطر اینکه این دوتا رو مثلا با هم دعوا بندازه، ولی خب بعید میدونم. ولی خب اون روزم بچه‌ها یعنی همین حرفا رو اومد امین فردین زد، سعید گنجی اومد استوری گذاشت که آقا این همه حرفا فیکه، حتی خانواده تتلو نتونستن با تتلو ارتباط بگیرن چه برسه بقیه بخوان ارتباط بگیرن. و خلاصه این که سعید گنجی اگه بخوام بهتون بگم دقیقاً یه فایتری بود داخل آهنگ منسه، میگفت هاتف گنجی آریانا. هاتف و گنجی آریانا این سه تا رفیقاش بودن که داخل آهنگ منسه هم اسمشون آورده شد. یکی از رفیقای صمیمی امیر تتلوه که دیروز داخل مسابقه که با پوریا پوتک گرفت اومد همه چیو گفت که تقصیر کیا بوده و یه داستان خیلی بزرگیه که من بعداً در موردش ویدیو درست می‌کنم. اتفاقا با یکی از همین رفیقای سعید گنجی، حالا رفیقش نمیدونم رفیقش بوده یا نه، حالا بالاخره با یکی ویدیو گرفته بودیم قبلا که اونم مسابقه بود با یکی از دخترای تتلیتی خونه امیر تتلو رفته بود و حالا اونجا مونده بود، یه ویدیو گرفتیم. اتفاقا بازدید خیلی زیادی هم خورده، لینکش این بالا میاد، میتونید برید مسابقه رو دوباره ببینید. و اینم بهتون بگم که مسابقه‌ای که بهتون قول دادم هفته بعدی منتشر میشه، یعنی من این هفته سعیمو کردم مسابقه رو بگیرم. اتفاقا مسابقه‌ش هم دو قسمتش هم چنل خودم آپلود میشه و فعلا نه چیز مسابقه رو میگم، نه مهمان مسابقه رو میگم، نه عنوان مسابقه رو میگم. یعنی حالا میخوام بگم کلی در مورد تتله، ولی خب یه سری تتلیتی من نوشتم افشاگری داریم داخل مسابقه، بعدشون اومد و کامنت بد زدن. نه خب نترسید، اونقدر بد نیست که بخوام بگم رو تتل این داستانا. ولی خب اون مسابقه بچه داخل هفته بعدی میاد. من خیلی سعی کردم این هفته برسونمش بهتون، قولم دادم، ولی خب متأسفانه روز بعد قول شدم نتونستم بهتون برسونم. و اینکه یه نتیجه گیری کلی داشته باشیم و طبق حرفایی که به من رسید و حرفایی که بوده، حرفایی که امین فردین زده، اونجوری که سعید گنجی برگشت گفت همه این حرفا فیکه و هنوز خانواده تتل نتونستن با امیر تتلو حالا ارتباط بگیرن. و کلا خبر نهاییش اینه که فقط باید منتظر بمونیم تا شبکه 2 یا شبکه 3 اخبار امیر تتلو مصاحبهش پخش بشه، ببینیم چه جرمایی بهش بستن یا چه جرمایی بهش نبستن. و احتمال اینکه با وثیقه هم آزاد بشه خیلی زیاده، البته بعد اینکه دادگاهش مشخص بشه. یه نفر به من گفت دادگاهش 27 نمیدونم والله، اصلا هیچ خبری هم در مورد دادگاهش نیومده بود بیرون. و ستونای گنگ دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. یادتون نره کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما بزنید، منتظر مصاحبه 100% باشید. خیلی دوستتون دارم. 2 تا ویدیو همین ته میاد، برید ببینید. یه دونه مصاحبه رو واسهتون میذارم و 2 تا مصاحبه‌ای که اخیراً با تتلیتی رو گرفتیم آخر میتونید برید ببینید. خیلی دوستتون دارم، به امید دیدار.